خب وارد ربات داگز که شدید، گزینه کلیم آنچین فعال شده. روی کلیم آنچین میزنید، وارد یک ربات دیگه میشید، توکن تیبل. اینجا گزینه کانکت ولت رو میزنید، بعد تونکیپر رو انتخاب میکنید و اینجا کانکت ولت رو دوباره میزنید، رمز ولت تونکیپرتون رو وارد میکنید و دان میشه. خب برمیگردیم توی ربات، میبینیم که یکم میچرخه طول میکشه تا اتصال برقرار میشه. الان این صفحه رو میارم پایین، الان اتصال برقرار شده. کلیم ناو رو میزنم و دوباره برمیگردیم به تونکیپر. میبینیم که الان اینجا از ما میخواد که تراکنش رو تایید کنیم. این دکمه رو میکشید به سمت راست که 42 دهم تن از شما برداشت کنه و 49000 داگز به رباتتون واریز کنه. تایید میکنید، دوباره رمز رو وارد میکنید و ثبت میکنید. دان. تمام. حالا دوباره برمیگردیم توی ربات توکن تیبل. میبینیم که یکم طول میکشه، حالا چند دقیقه طول میکشه. اینجا یه تبلیغ میاد، تبلیغ رو میبندیم و این بالا میبینید که الان 49000 داگز رفته توی تونکیپر. وارد تونکیپر میشیم، این پایین میبینیم که داگز ها نشسته توی تونکیپر. این کل مراحل بود. حالا این پایین داگز ها رو که دارید میبینید فعلا چون هنوز قیمت گذاری نشده آن وریفای هست. الان میریم تو بخش هیستوری تونکیپر. تو هیستوری هم داریم میبینیم که دو تا تراکنش انجام شده، یه 42 دهم تن برداشت شده و یک 49000 داگز هم واریز شده. تمام.